السلام ای دوستانی ارجمند، السلام ای ملتی همت بلند، السلام ای سالی نو سالی نکو، السلام ای سالی نو سالی شکر. السلام علیکم همزمین و همزمان و همزبانان گرامی، همه شما عزیزان را با سال نو 2022 صمیمانه تبریک و مبارکباد میگویم. عادتاً وقتی که یک سال به آخر میرسد هر کس سرحسابی یک ساله عمری خود را میکند. امینم که سالی سپری گردیده 2021 برای شمایان سالی با فیض و پربرکات بود. اگر مبادا یگان از نقشه های شما در سال سپری گردیده 2021 عملی نشده باشد، امیدوارم که الله مهربان آن را در سال 2022 عملی میگرداند. بار دیگر همه شمایان را از نام شبکه استو صدا و سیمای سمرقند صمیمانه تبریک و مبارکباد میگویم. سال نوتان مبارک باشد. سال نو، اقبال نو، بخشنده شو. شوق بخشا بر دل ما خنده شو. جامه پوشان مخملین بر آرزو، نقش اعلای بیمان رخشنده شو. سال نو، اقبال نو، بخشنده شو.